بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، حال شما؟ حسنا باشید. سلامت باشید. والله می‌خواستم با آقای انصاری صحبت کنم، لطف کنید. بفرمایید. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. خیلی کوتاه مختصر بفرمایید. مختصر خدمتتون. اون دوستی که صحبت می‌کرد گفت نمیدونم خلفا با سنت مخالف بودن و اینا، از روایت خودشون، از روایت التشیع دوست دارم به نهج البلاغه مراجعه کنه. ایشون نامه چیز من کلام عنده علیه السلام یرید به بعض اصحابی که تمام شارحینشون میگن این هدف بهش حضرت عمره. لله بلاء فلان فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي. در اینجا دعا میکنه برای حضرت عمر خدا ایشون از بلا و از مصیبت ها به دور نگه داشت و خدا اجرش بده. این به نحو احسن کجیها را درست کرد، کجیها را نگذاشت در حکومتش، مشکلات دوا کرد، فتنه ها را پشت سر گذاشت، به سنت عمل کرد، نقی الثوب پاک جامه از دنیا رفت، قلیل العیب بود، خیر خلافت را اصابه کرد، از شرش به دور ماند، سبقت گرفت، پیشی گرفت، از شر فاصله گرفت. ادى الى الله طاعته، به سوی خدا طاعت خدا را به جا آورد و اتقاه بحقه، تمام تقوا حق طاعت الهی را ادا کرد. رحل، از دنیا رفت و ترکهم، امت را به جا گذاشت فی طرق متشعبه. اینقدر حکومتش واسع بود که کسی نمیتونه، نه انسان ظالم میتونست هدایت یافته باشه و نه انسان مهتدی میتونست به یقین برخورد کنه. یعنی اینقدر خلافتش وسعت و گسترده داشت هر کسی نمیتونست بالاخره جای ایشونو پر کنه. این از یک طرف. این کلام 228 در نهج البلاغه که صفحه صالح نوشته صفحه 350 هست. بعد در چیزم ایشون یکی از کتاب‌های تاریخی بسیار معتمد بهی اهل تشیع، الغارات الثقفیه، الغارات تالیف ابو اسحاق ابراهیم محمد ثقفی کوفی اصفهانی متوفی 283 جلد اول صفحه 290 تا 211 را نگاه کنن. ببینید ولایت قیس بن سعد بن عباده انصاری که والی مصر بوده، امام علی براش می‌نویسه وقتی که حکم صادر میکنه که بشه والی حضرت علی رضی الله عنه در مصر، میشه بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علی امیر المؤمنین الى من بلغه كتابي هذا من المسلمين سلام عليكم واني احمد الله اليكم الذي لا اله الا هو اما بعد. بعد میاد تا به اونجا میرسه میفرماید ثم ان المسلمین من بعده استخلفوا، یعنی من بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم، استخلفوا امرأین منهم، دو مرد از میان خودشون انتخاب کردن، صالحین، دو مرد صالح انتخاب کردن. این دو مرد صالح عمل بالکتاب، عمل کردن به کتاب خدا و احسن السیرته، و بهترین نیکوترین سیرت ادا کرد. لم یتعدی السنت، از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تجاوز نکردن. ثم توافاهم الله فرحمهم الله، خدا بالاخره اینها رو به طرف خودش برگرداند و رحمت خدا بر اینها بود. ثم ولا من بعدهما وال احدث احداث، بعد از اینها والی آمد و که مشکلاتی به بار آمد. فوجدت الامه علیه مقالا، امت در موردش چیزهایی گفت، فقالو، چیزهایی گفتند، یعنی شاید که از حسرت عثمان باشه. ثم نقموا علیه فغیروا، سبس در برابرش ایستادن، ایشون تغییر دادن. ثم جاؤونی فبایعونی، سپس پیش من آمدن و به من بیعت کردن. فاستهدی الله الهدى و استعینه علی التقوى،
منم از خدا هدایت میطلبم و تقوای خدا را میخواهم. الا و این علینا عمل بالکتاب الله و سنت رسوله. بر ماست که عمل به کتاب خدا و سنت رسول الله بکنیم و قیام بحقه و نصح لكم بالغیب والله المستعان و حسبنا الله و نعم الوکیل. این نامیه که حضرت علی رضی الله عنه به قیس بن سعد می‌نویسه. بعد در همین الغارات جلد 1 صفحه 307 آمده و هو در مورد حضرت عمر می‌فرماید و هو رضی الله عنه ایضا یقول فی عمره عمر رضی الله عنه کان مرضی السیره میمون النقیبه. خوب سیرتی داشت، خوب راه و روشی داشت. میمون النقیبه بهترین سجایا و خصلت‌های انسانی داشت. چرا بالاخره این دوستان اینطوری میگن؟ من حرف اون دوستی که قبل از این با تو صحبت کردن قبول دارم، میگم آقا خیلی خوب راست میگی، شیعه و سنی به جان هم نیفتن، اینها دو قرائتن از اسلام به همین امت، بالاخره ریشه در همین امت دارن، در مقابل هم دیگه مثل برادر باشد. اونام بیان آقا خدا یکی، پیامبر یکی، خب بد بیرا هم به اختلافاتمون نگیم. ما به امام علی و 12 امامی که اونها میگن خیلی احترام میذاریم، حرمت براشون قائلیم، اینا برای ائمه اهل سنت، برای کسانی که اهل سنت بهشون معتقدن یا بالاخره احترام براشون قائلن، اونها احترام قائل باشن. حداقل قضیه اینه که احترام قائل باشن، بعد بیراه به هم دیگه نگیم. منم میگم انما المؤمنون اخوه. ما در مقابل هم دیگه حق بدی بیراه گفتن نداریم. امام علی در مقابل نیروهای معاویه رضی الله عنه میفرماد ما لعان و سباب نیستیم، فوش به هم دیگه ندیم، بعد بیراه به هم دیگه نگیم، لعن نکنیم. واقعا اگر دوستی و برادری انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح بین اخویکم، اینه که بالاخره بعد بیراه به هم دیگه نگیم، لعن هم دیگه رو نکنیم، مثل برادر باشیم در مقابل هم دیگه. اگر واقعیت امر میخوایم، اگر واقعیت امر نمیخوایم، به خدا این همه ادله‌ای که شیعه بالاخره از اون ور میاره و این همه ادله‌ای که سنی از این ور میاره، غیر دامنه دادن به این جنگ و بدبختی و بیراهه نباشه چیز دیگه به بار نمیاره. آتش جهنمی ایران و عراق و سوریه و نمیدونم کشورهای دیگر رو به بار میاره و غیر ضرر و زیان و بدبختی زیادتر هیچی درست نمیشه. ما اگر متون سنی و شیعه نگاه کنیم، به خدا متون مانم اگر یه مقدار پاکسازی کنیم متونها را، به جاهایی میرسیم مثل همین جاهایی که من بالاخره حالا آدرس دادم، صدها آدرس دیگر حتی در همون چیز مجلسی و اصول کافی و جاهای دیگر هم میارم که بالاخره اینطوری نیست که این همه بد بیرا. تشکر از شما بیننده گرامی، الله مطالب ستون کنه. ان شاء الله بالاخره با هم دیگه دوست باشیم. شما سعی کن که یک مقدار دامنه را بیشتر رعایت کنی، خدای نخواسته چیزی در حق دوستان دیگه گفته نشه. ان شاء الله. تشکر از شما، تشکر از شما بیننده. خدا نگهدارتون. همین چیزی که این عزیز بینندمون گفتن، ما حرفمون چیه؟ علی و عمر با هم مشکل نداشتن، علی تعریف عمر رو میکرد. شما چرا میایید به دروغ سلیم ابن قیس؟ آقا فریبرز مثلا مخاطب من آقای فریبرزه که یعنی نمیخواد حرف حق رو قبول بکنه، چون قزوینی گفته که والله غزایری مشکل داره، بقیه که تاییدش کردن و نجاشی فلان تایید کرده. یعنی ببینید یک دروغی رو سلیم ابن قیس اومده گفته تو کتابش. حالا کتابم از سلیم ابن قیس نیست، به اسم اون نوشته شده، عبان ابن ابی عیاش به اسم سلیم ابن قیس نوشته. در این کتاب مجهول، مؤلفش اصلا معلوم نیست، یا کسی از متهم بر این که این کتاب رو ساخته جعلی، در این کتاب یک دروغی آوردن که عمر خونه فاطمه را آتیش زد، سقط جنین شد و پلوش شکست. خلاص همین رو گرفته قزوینی داد و بیداد را میندازه. ما میگیم حرف ما اینه آقای فریبرز و دیگران، شما که فقط یک مطلب در مورد توسل رفتی در ابن حجر هیثمی رفتی پیدا کردی، الان خلاص آمنا و سلمنا به توسل، آیات الهی رو بزن به دیوار، احادیث صحیح پیامبر رو بزن به دیوار، سخن الله سبحانه، فقط همین حرف ابن حجر هیثمی برای شما دلیل شد، در حالی که در مورد توسل ما بارها سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از نهج البلاغه آوردیم که توسل یعنی چی. بگذاریم از این حرفا. یکی از مشکلات بزرگ شیعه و سنی
امیر مومنان فاروق اعظم عمر بن خطاب است. شما باش دشمنید، لعن میکنید، نفرین میکنید، دشمنی میکنید. ما دوستش داریم، ولا داریم بهش، امیر مومنان میدونیم و صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، مادرزن ایشون، کسی که اسلامش فتح عظیمی بود برای مسلمان ها. آقای فریبرزی که برای تو یک روایت در ابن حجر هیثمی کافی است که به توسل ایمان بیاری، به توسل البته مشروع، نه به توسل نامشروع، توسل مشروع رو که ما هم قبول داریم. همین روایتی که برادر عزیزمون ذکر کردن، احمد جان نشون بده اینو. این نهج البلاغه است، اینم فهرستش در اینجا. ببینید اینو جدیداً در ایران چاپ کردن. در صفحه 468 در کلام 228 نوشته خصائص سلمان فارسی. لله بلاء فلان فلقد قوم العود و داو العمد. بیاید ترجمهش رو بخونیم که وقت گرفته نشه، وقت برنامه به پایان رسیده. خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر داد که کجی ها را راست و بیماری ها را درمان و سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت. با دامن پاک و عیب اندک درگذشت، به نیکی های دنیا رسیده و از بدی های آن رهایی یافت. وظایف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و چنان که باید از کیفر الهی می ترسید خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. شما رو به خدا، آیا این ویژگی ها ویژگی سلمان فارسی هست که به دروغ اومدن تحریف کردن نهج البلاغه را الان اینجا نوشتن ویژگی های سلمان فارسی؟ آیا سلمان فارسی امیر بود، رئیس بود، خلیفه بود، ولی امر بود که بعد از رفتنش مردمان را در راه پراکنده گذاشت که راهیاب نتونه راه خود رو بیابه و گمراه نتونه به راه درست برسه؟ در حالی که وقتی که ما سری بزنیم به نسخه های قدیم نهج البلاغه که علمای شیعه اومدن، مثلا جواد مغنیه در شرح نهج البلاغه فی ظلال نهج البلاغه در مورد این مطلب در اینجا چی میگه؟ خطبه 226 میگه لله بلا او بلاد فلان، میگه که المراد به فلان ابی بکر، مراد به فلان ابو بکر است، و قیل عمر، و گفته شده که عمر است، و اول اشهر، مشهورترین است که این مراد سیدنا علی در اینجا عمر است. ايا كان فان الناس كانوا سعداء مع رسول الله و ما بعد فراغ ابو بکر ما صد فراغ ابو بکر ولا عمر ولكن عهدهما كان افضل. میگه که بعد از در زمان رسول مردم خوشحال بودن، اما جای خالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ابوبکر و عمر پر نکردن، ولکن در زمان ایشان وضعیت خیلی خوب بود. از زمان عثمان الذي فتح على امه محمد باب القتل والقتال الى يوم القيامه، که باب قتل و قتال در زمان عثمان باز شد بر امت محمد. فلا فتنه فی عهد الشیخین، در زمان ابوبکر و عمر فتنه نبود، ولا خلافت الموروثیه، خلافت موروثی نشد، ولا کسرویه و قیصریه، نه مثل کسرا و قیصر یعنی خورد و برد و هیش و نوش این چیزا داشتن، ولا طاغیه یاخذ مال الله دولا، و نه طاغوت بود و فلان بود، از این حرفا بود. این جواد مغنی در شرح نهج البلاغه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه میگه که مراد ابوبکر و عمر است که زمانشون بهتر بود برای چیز. حالا با وجود اینکه طرف شیعه است این حرفو داره میزنه. شرح نهج البلاغه از کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم در کلام 219 که همون است لله بلاء فلان، در صفحه 87 در اینجا میگه که شهر میده لله بلای بلاد، والمنقول نقل شده است که ان المراد به فلان عمر، مراد از فلان در اینجا عمر است. و همچنین در اینجا نقل میکنه و قال ابن ابی الحدید رحمه الله ان الظاهر اوصاف المذکوره فی کلام يدل انه اراد رجلا ولا امر الخلافه قبله. در اینجا میگه سیدنا علی ظاهر این اوصاف اینو نشون میده که این حرف را در مورد کسی گفتن که قبل از علی خلیفه مسلمان ها بوده. این رو کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم البحرانی متوفای 679 در جزء 4 در شرح نهج البلاغه میگه.
و آخوندهای زندیق و خبیث قوم تهران الان اومدن در نشر البلاغه‌ای که جدیدن اونجا چاپ کردن اوصاف سلمان فارسی. خب هر احمقی میدونه که سلمان فارسی نه امیر بود نه خلیفه بود، اما این کسی که وصفشو میکنه سیدنا علی رضی الله عنه کسی بود که یعنی امر مسلمان ها در دستش بود. اما به جایی که بیان دنبال این چیزا بگردن، به جای اینکه این شیعیان دروغینی که امروز ادعا میکنن شیعه علی هستن به دنبال نهج البلاغه بگردن، به دنبال کتاب سلیم ابن قیس هلالی که یک دروغگوی جعلکار به نام ابان ابن ابی عیاش به اسم سلیم ابن قیس این کتاب رو جعل کرده و ساخته، به دنبال اون میگردن. حرف اون رو قبول میکنن، حرف علی رو قبول نمیکنن.